غیر مشروع و غیر حقوقی است و اصلا وقتی که یک دولت اشغالی باشد، نه تنها نهاد دولتی بلکه تمام نهادها و عملکرد دولت خواه در بنام انتخابات تجلی میکنه یا بنام نوعی جرگه یا شورا غیر مشروع و غیر حقوقی می باشد. لذا نمیتونیم در یک دولت غیر مشروع، در یک دولت اشغالی و مستعمراتی، یک مؤسسه حقوقی، مؤسسه ملی و غیر مشروع را ما بنیانگذاری کنیم تا وقتی که دولت سرنگون نشه و اراده ملت حاکم نشه بر این کشور. لذا ما از کلیه افراد کشور، هموطنان خود متوقع هستم که هوشیاری سیاسی خود از دست ندن، در دام سیاسی عمال استعمار نفتن. و چیز عجیب است که در خلال از این مدت ما میبینیم که از دستپرورده های سابق سوشل امپریالیسم هم فعالانه با استعمال امپریالیسم جهانی فعلی اینا کار میکنن. تنهایی حبیب منگل و دو نفر دیگه نورلق حلومی یا گلابزوی و امثال از اینا این حالت فعلی را پذیرفتن و همون کسایی که به خیانت و وطنفروشی عادت کردن و فکر میکنم در هر زمانی حاضر خواد بدن که دوباره سر تسلیم و اطاعت و بندگی و پیشگاه هر اجنبی اینا خم کنن. یقین دارم اگر روزی برسه که بنگلادش هم به افغانستان حمله کنه، این مردم از خدمت و بندگی اینا منصرف نخواهد شدن. یک چیز دیگر خدمتتان عرض کنم که ارتباط صحبت دکتر سے از نگاه این جانب شخصا تحریک طالبان یا مقاومت فعلی که به نام طالب یاد میشه، از نگاه این جانب جنبشی آزادی بخش ملی نیست. در جنبش آزادی بخش ملی دو عنصر مستند است. یکی تمام نیروهای ملیگرا در این جنبش سهیم هستند، مارکسیست، ناسیونالیست، حتی سلطنت طلبان ملیگرا، حتی مذهبیون شریف در جنبش آزادی بخش شریک هستند. ما این شرط در تحریک طالبان دیده نمیتونیم. تحریک طالبان یک تحریک قشری است، منحصر به فرد خودشان است، هیچ کس در صف خود نمیپذیرند. دوم، در جنبش آزادی بخش ملی ایدئولوژی خاصی مسلط نیست. مطابق که عرض کردم یک جنبش عمومی است. مارکسیست‌ها هم سهم دارند، مسلمان‌ها هم سهم دارند یا در کشوری که مطابق ذوق و کلتوری و فرهنگی خود. اما در حالی که طالبان ایدئولوژی خاص خود دارند، ایدئولوژی مذهبی و از اون نگاه اینا جهانبینیشان عیار شدند و فقط این فرق ما بین جنبش آزادی بخش و تحریک طالبان فعلا شاید عنصر مقاومت به یک نحوی باشد من میبینم و امیدوار هستم که روزه بتانیم یک گردی همایی واقعی که آزادی اصلی افغانستان را تغییر کنیم، با هم نزدیک شویم و دست برادری و تسالط با هم بدیم. تشکر.